سلام دوباره. خوشحالم که با همیم و بیایید نگاه بکنیم به امروز. اگه قرار باشه امروز رو به شکل برکه، مرداب، چشمه، رودخونه یا دریا و اقیانوس نگاه بکنیم، انتخاب شما کدومه؟ برکه، باتلاق، چشمه، رود، اقیانوس، دریای خروشان گلالود، برکه، رودخونه، قطره، مرداب. حالا رضایت بدید در همین حد و حدود دیگه بشه ازش یه ماهی گرفت، چون قطره نمیشه ماهی گرفت. البته تو فضاهای عرفانی و این عوالم شاید، ولی خوبه. خب من فکر میکنم نوشتن یادداشت روزانه یا بیرون کشیدن یه ایده خوب از دل روزهامون میتونه با این استعاره جالب تر پیش بره. ماهیگیر چیکار میکنه؟ بیاید به ماهیگیر فکر کنیم. آیا همون لحظه‌ای که قلاب میندازه ماهی میگیره؟ احتمالاً همیشه اینطور نیست. ممکنه یه وقتی تا قلاب میندازه ماهی بیاد، ولی صبر میکنه. ما همیشه ماهیگیر رو به عنوان کسی میشناسیم که یا میشینه منتظر میمونه تا این قلاب تکون بخوره. حالا بریم سراغ روز. ماهی روز چیه؟ همون ایده‌ای که میخوایم از روزمون بیرون بکشیم. حالا بیایید دقیقا مثل یه ماهیگیر چند لحظه فکر کنیم به امروز، ببینیم بهمون ماهی میده، ولی عجله نمی کنیم دیگه. آماده اید؟ چشامون رو ببندیم، از اول صبح تا حالا رو مرور کنیم. فکر کنیم یه ماهیگیریم که میخوایم ماهی بگیریم. ماهی چیه؟ اون نکته، ایده، اون رخ داد، اون ماجرای خاص امروزه. قرار نیست چیز عجیب و غریبی باشه ها. اون چیزیه که میتونیم اسمشو بذاریم ماهی امروز. ماهی امروز ما چیه؟ 3-4 دقیقه فکر میکنیم. خب حالا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که ماهیا زیادن اما به تور ما گیر نمیکنن. کسی تونست چیزی به جنگ بیاره؟ چیزی به قلابتون گیر کرد؟ خب حالا میتونیم اینجا به اندازه ماهی هم فکر کنیم. یه وقتی ماهیگیر به یه ماهی خرد و ناچیز رضایت میده، یه ماهی میگیره میره.
اما یه وقتی ماهیگیر ما اصلا به هیچی رضایت نمیده، ممکنه تهش گرسنه برگرده دست خالی. اینم دقیقاً مطابقت داره با روند ایده یابی، درسته؟ پس یه بار دیگه این استعاره رو صورتبندی کنیم. احتمالاً میبینید که چقدر میتونه کمک کننده باشه. اگه بخوایم روزهامونو مثل یه رودخونه ببینیم، مثل یه دریا ببینیم، مثل یک دریاچه ببینیم، هر چی که شما دوست دارید، خب؟ و اگر بنا باشه از هر روز حداقل یه ماهی بگیریم، آیا اون وقت نگاهمون به تجربه هامون و همینطور نوشتن از تجربه هامون نمیتونه تغییر کنه؟ یعنی من میگم من هر روزمو یه دریاچه میبینم، هر تصویری که شما دوست دارید، هر تصویری که شما دوست دارید، میتونید بگید چه شکلیه اون چیزی که شما میبینید؟ من یه دریاچه‌ای میبینم که هوای خنکی داره، درختای سبز، سبز خیلی غلیظ، خلوت، و هر از گاهی آدمایی که دوست دارم دور و برش ظاهر میشن. رنگ آسمونم میتونم تصور کنم. تصور کردید؟ یه استعاره میخوایم بسازیم برای روزهامون. روز من، دریای من. حالا من دریا رو به کار میبرم، یا بهتر دریاچه. کارهایی که من در طول روز انجام میدم، تمام این ماجراهایی که پیش میاد ریخته میشه توی این دریاچه. حالا میتونیم جزئیات اضافه بکنیم به این استعاره. ممکنه بعضی از کارها و چیزایی که انجام میدیم آتا آشغال باشه که توی این آب میریزیم، نه؟ قوطی کنسرو و اینا، لنگ دمپایی. اما حرفمون درباره ماهیه. میخوایم از این دریاچه ماهی بگیریم. ماهی میخوایم. ماهی چیه؟ ماهی یه روز چی میتونه باشه؟ درس اون روز، نکته اون روز، ایده خلاقانه‌ای که میشه از اون روز دریافت کرد، یه هدف. من از امروز به عنوان یه دریاچه چی میتونم صید کنم؟ آیا صیدی داشتید از امروزتون؟ دوست دارید به اشتراک بذارید؟ اگه فکر میکنید از امروز صیدی داشتید، بگید چیه؟ آیا این ماهی رو میتونید سر سفره بذارید؟ یعنی در قالب یک یادداشت بیاریدش توی کانال تلگرامتون؟ این خوبه. آقای مهاجرانی رفتن سراغ نسرین جعفری، تحقیق درباره نسرین جعفری. اشاره‌ای فکر میکنم من داشتم به این شاعر و کارهای شگفت انگیزش. عالیه این روحیه جستجوگری. فرشته میگه امروز خانواده‌مو بهتر شناختم. ببین چه دعوایی برپا بود، چی کار کردن که به این رسیدی؟ چون معمولا وقتی یه نفر اینو میگه احتمالاً داره میره به سمت بلاک کردن و اینا. نه من از پیام‌ها راضی نیستم. نه، صبر کنید، هنوز به جایی نرسیده، باید یه کاری باهاش بکنیم. ماهی امروز من لزوماً
آموخته من نیست. من باید یه ویژگی‌هایی برای این ماهی قائل بشم. در پاسخ به دوستمون که گند این سوالو درآورده میگه خودتون چی؟ پاسخ اینه ماهی امروز من همین استعاره ماهیه که آوردم سر سفره، دارم به شما هم میدمش. میشینم فکر میکنم، با خودم میگم چی کار کنم برام جالب تر شه، قشنگ تر شه. بعد میگم خواسته های من تو زندگی چیه؟ چیا برای من قشنگه؟ من چیا دلم میخواد؟ من آبو دوست دارم، دریا رو دوست دارم، کشتن حیوان رو دوست ندارم، حتی ماهی. ولی ماهیگیری رو توی تصویرسازی و فیلم و کاریکاتور و اینا دوست دارم. استعاره ماهیگیری رو دوست دارم. ماهیگیری در واقعیت نه، اصلا دوست ندارم. خیلی برام دردناکه ماهی رو از آب بکشی بیرون جون بده. ولی به عنوان استعاره میشه یه سری چیزها رو حفظ کرد. شاید چه خوب که به عنوان استعاره بهش نگاه بکنیم. پس منی که این موضوع رو دوست دارم اما در واقعیت نمیخوام انجامش بدم، اینو میتونم بیارم به جهان استعاره. پس میتونم بگم آیا من میتونم این ماهیگیری رو بیارم توی همین تجربه ها؟ بعد این استعاره رو پرورش میدم. حالا معیارم چیه؟ برای من بهره وری مهمه. یه استعاره‌ای بسازم که بتونه به من انگیزه بده که کار کنم، دووم بیارم، با عشق بیشتری کار بکنم، لذت بیشتری ببرم. پس با خودم میگم بین چیزایی که دوست دارم ماهیگیری قشنگه، پس میتونم هر روزمو یه دریاچه تصور بکنم. و بعد وقتی که میشینم خب دنبال ایده، یادداشت روزانه بنویسم، اون شکیبایی لازم برای یک ماهیگیر رو سعی میکنم در خودم تقویت بکنم. پس نمیگم چرا همین اول که قلاب انداختم به ماهی نرسیدم. میدونم که باید بشینم. ماهی‌های مختلفی توی این دریاچه هست. دریاچه بی ماهی نیست. ممکنه کم ماهی باشه اما بی ماهی نیست. پس منتظر میشینم تا ماهی امروز من بیاد. همین از صبح یه عالمه ماهی رو من رد کردم، ولی در نهایت برای این وبینار قلاب من گیر کرد به ماهی که الان دارم برای شما ازش حرف میزنم. یه ایده، پختن یه ایده و ارائه اون ایده. خیلی وقتا ممکنه با خودتون بگید من که مخاطب ندارم یا نمیدونم تو چه حوزه‌ای، تو چه فضایی. اصلا این مهم نیست. مهم اینه که آدم در پی پختن یک ایده باشه. در پی پختن یک ایده. یه چیزی رو ورز بدی بیرون. ببینید اصلا یه بخشیش حالا دستاورداش هست، ولی اصلا نفس انجام این کار دستاورده. به این توجه کنیم. ببینید بیشترین لذت نوشتن برای کانال تلگرام چه لحظه‌ایه؟ لحظه‌ای که این کار به نتیجه میرسه، تو میزنی و منتشر میشه. این از همه چی شیرین تره. این که تو میتونی یه فکری که سر و سامونی نداشته رو در لحظه نوشتن شکل بدی و ارائه بدی. این دستاورده. این از هر جایزه‌ای شیرین تره. من خیلی وقتا برای انگیزه بخشیدن به دوستان از نتایج موضوع میگم که چه اتفاقایی میفته در آینده. یعنی تو اگر این کار رو انجام بدی، روی تمام جنبه‌های زندگیت میتونه اثر مثبت داشته باشه، ولی پاداش اصلی در همون لحظه نوشتنه. پس این ایده پزیه. یعنی اینکه من به فکر پختن یک ایده باشم یا گرفتن یه ماهی از دریاچه روزهام، این نفسش کمک کننده است. یعنی اون فرایند ماهیگیری، اون لحظه ماهیگیری به تو کیف میده وقتی صدای آبو میشنوی و منتظر ماهی هستی.
حالا دیگه اینکه این ماهی رو میگیری بعدن این ماهی نمیدونم به کجا میرسه چی میشه و اینا، نه زیاد با اون کاری نداری. برگردیم به کلیت موضوع استعاره. میبینید استعاره ها سبب میشن که ما تو رفتارمون تغییر ایجاد کنیم و این با خودمون شروع میشه. من نمیگم بذار یه استعاره بسازم که برم به دیگران این موضوع رو معرفی کنم یا اینو ترویج کنم، نه، اول از همه میگم بذار یه استعاره بسازم خودم رو تکون بده. اگه رو خود من اثر بذاره، برای من با معنا باشه، احتمالاً انتقالش به دیگری هم بهتر صورت میگیره. پس میتونم فکر کنم به جاهایی از زندگیم که توش گرفتاری دارم، ببینم آیا میتونم به یاری استعاره مناسب یه دگرگونی کوچولو ایجاد کنم، روی احساسم اثر بذارم. یعنی به جای این که نوشتن در کانال تلگرامم برام یه کار مشقتباری باشه و هر روز بزنم تو سر خودم که آی من چقدر خنگم، داغونم، بیهنرم، یه دونه جمله درست نمیتونم بنویسم، چرا انقدر تکراریه، چرا هیچی ندارم، همه چی نوشته شده، بعدم دیگه یهو اصلا میرسی به یه پوچی که اصلا چرا هستیم و اصلا من یه ذره ناچیزم توی این کهکشان ها، اصلا چرا تلگرام و بعد نمیدونم چت جی پی تی هم داره مینویسه و نمیدونم اصلا همه چیزو میبری زیر سوال دیگه، هستی و جهان و همه چیزو. یا ممکنه هر لحظه اصلا من بمیرم، چرا دارم این کارو میکنم؟ یا تو هر سنی با خودت بگی خب دیگه اصلا دیگه الان چه وقت این کارو و اینا. مگه جز اینه؟ خب تو میخوای یه کاری بکنی، رشد کنی، کیف کنی، اما این برات میشه مصیبت، میشه رنج. حالا اگه استعاره بیاد وسط چی؟ یعنی بگیم ببین این ماهیگیریه دیگه، من میخوام ماهی بگیرم. یه وقت این ماهیه خوب اوضاعش، یه وقتایی هم نه، ماهی بیجونه، درب و داغونه، اشکال نداره. اون کمالگرایه چرا اذیت میشه؟ چون هر بار که قلاب میندازه همون اول میخواد یه ماهی اندازه هیولا صید کنه، نمیشه. نمیشه، سرخورده میشه. احتمالاً بعد از یه مدتی هم ول میکنه همه چیزو، قلابو میندازه اون رو تمام. حالا وقتی که از یه استعاره میخوایم بهره ببریم، استفاده از تصاویر به ما کمک میکنه. مثلا شما بیا یه چیز ذهنی رو بگی من به روزهام مثلا مثل احساس آزادی نگاه میکنم. یعنی چی؟ شکل عینیش چیه؟ اما من میتونم همینو روی صفحه بکشم. میتونم یه قلم بردارم، خب یه ماهی اینجا هست که منتظر منه. خب بعد حتی من میتونم این شکلی نگاه بکنم که این ماهیه رو قرار نی من بیارم سیخ بزنم حالا بپزم، نه، من میتونم این ماهی رو بیارم توی یه آکواریوم خوشگل. از روزهام این دریاچه روز یه ماهی میگیرم میارم میندازم تو آکواریوم کانالم. پس من میتونم کانالمو، کانال تلگراممو یه آکواریوم ببینم، یه آکواریوم خوشگلی که از دل روزهام براش ماهی گرفتم. میبینید استعاره هی خودشو گسترش میده. حالا این رو حس اثر میذاره. استعاره موفق استعاره‌ای که تو بتونی این جنبه‌های مختلف رو باهاش نشون بدی. یه وقتی یه چیزی داری، یه استعاره‌ای هست ولی خیلی کامل نیست، ولی میبینید از همین استعاره چقدر میشه بهره گرفت. هم با اقسام ماهیا، نوشته های من ماهیای آکواریوم منن. حالا اونی که آکواریوم نداره ماهیاشو از دست میده دیگه، نه؟
یه عالمه روز زندگی کردیم، از روزامون ماهی نگرفتیم. اگه کانالمون رو اینجوری ببینیم چی؟ اون وقت شاید یه جور دیگه دوستش داشته باشیم. اون وقت شاید یه کانال عادی نباشه تو تلگرام مثل هزاران هزار کانال دیگه که پرت و پلا منتشر میکنن. بیشتر بهش توجه کنیم، هر چیزی توش نریزیم. حال ماهیا بد میشه، میمیرن. شما دیدید کسی بیاد آشغال بریزه توی آکواریوم؟ اگه بریزی چه اتفاقی میافته؟ پس تو حواست با آکواریومت هست. خوشبختانه ماهی کشیدنش هم خیلی راحته، نیاز به مهارت و اینا هم نداره. من پیشنهاد میکنم بیایید ماهی بکشیم. همین روی مثلا فهرست کارهای روزانمون یه ماهی بکشیم، یاد ماهی باشیم که ماهی امروز از دست ندم. نه باحال نمیشه؟ طراحی کنید بدون مهارت طراحی. اصلا چه بهتر که مهارت طراحی نداشته باشی. طراحی کنیم ماهی، گوشه و کنار صفحه ماهی بکشیم. ماهی تو کجای امروز منه؟ سوال: ماهی امروز من تو کدوم لحظه روز قایم شده؟ خب یه نکته درباره هر استعاره‌ای مطرحه، اینو به طور کلی بهتون میگم. استعاره به ذات غیر منطقیه. خب هیچ وقت دوتا چیز عیناً نمیتونن در تمام جنبه ها مشابه باشن. درست؟ پس یادمون باشه قرار نیست این مطابقت دقیق باشه. استعاره به ذات غیر منطقیه اما به ما کمک میکنه و فکر میکنم همه ما بلدیم دیگه که چطور ازش بهره مند بشیم. پس هیچ وقت این توقع نداریم از استعاره، همین که تا یه حدی خب بتونه جواب حرف ما رو بده، بهمون کمک بکنه و موضوع رو روشن‌تر بکنه، ما رو به هدف نزدیک بکنه، عالی، کارشو کرده. به استعاره ها فکر کنیم. میدونم برای خیلیاتون جدی شده، بهش فکر میکنید. طی این سالها ما بارها و بارها توی دوره‌ها جلسات از استعاره حرف زدیم و لازمه باز بیشتر و بیشتر دربارش حرف بزنیم. استعاره ها رو ببینیم تو زندگیمون و همش هم اینجوری نیست که خیلی روشن و آشکار باشه. الان اینجا اصلا یه بحث استعاری مفصل داریم. خب این خیلی ظریفه، توی زندگی توی گفتار ما جاریه. یه مثال خیلی معروفش بحث هضم کردنه. ما میگردیم میگیم نمیتونم حرفاتو هضم کنم. مگه حرف غذاست؟ ولی ما از یک اصطلاحی که برای غذا خوردنه استفاده میکنیم درباره سخن. خب اینجا هم استعاره داریم دیگه، نه؟ اینها استعاره هایی هستند که تو گفتار ما جاری هستند. حالا از اصطلاح استعاره مرده استفاده میکنه یه عده، میگن دیگه این استعاره ها جون خودشون از دست دادن، به چش نمیان، انقدر عادی شدن، پس استعاره مردن. مرده به این معنی نیست که کاربرد ندارن ها، نه، ولی انقدر دیگه توی روزمره جاریان که اصلا به چش نمیان. اما عده دیگه خب نظر مخالف دارن، میگن که استعاره مرده و اینا درست نیست، و یا همین استعاره های مرده هم که ما میبینیم اینا رو رفتار ما اثر میذارن. حالا شما میتونید جمله به جمله‌ای که به زبون میارید و بررسی بکنید از منظر استعاره. خب از منظر استعاره وقتی چه جالب،
مثلا فلانجا از یه استعاره نظامی استفاده کردم برای اینکه یه چیزی درباره رابطه عاطفی بگم. فقط کافیه شنونده خوبی باشیم تا بتونیم استعاره ها رو پیدا کنیم. اگه من الان میگفتم فقط کافیه شنونده خوبی باشیم تا استعاره ها رو شکار کنیم، احتمالاً خیلی جلب توجه نمی‌کرد دیگه. شکار کردن چیزی که عادیه میگیم شکار استعاره، ولی من شنونده باید حواسم باشه به این استعاره ها. من میخوام زبان رو عمیق‌تر بررسی کنم و بفهمم. میتونید یه نمونه استعاره مورد مثال بزنید؟ چیزی که همین روزا به کار بردید یا از یکی شنیدید؟ استعاره مرده یعنی اون استعاره‌ای که عادی شده دیگه، به چشم نمیاد، غبار گرفته روش، به کار میره. مثلا طرف وقتی میگه نمیتونم حرف تو هضم کنم، چیز غریبی نیست، همه اینو میفهمن. من دوست دارم مثالای شما رو ببینم. م؟ نه. یه جمله بگید. نه تشبیه نسازید. یه لحظه صبر کنید ببینید، اینجوری نمیشه، این موضوع خیلی ظریفه. خب طرف میگه ما دیگه به ته خط رسیدیم، دیگه نمیشه به این زندگی ادامه داد. یعنی چی ته خط؟ مگه رابطه خط راه سفره؟ پس داره از یک استعاره استفاده میکنه، اصطلاحی از حوزه سفر رو میگیره درباره رابطه میگه. خب طرف میگه من نمیتونم این مسئله رو هضم کنم. خب اینجا داره یه اصطلاحی از حوزه قضا رو میگیره برای اینکه نمیتونه یه حرفی رو بپذیره و درک بکنه و تا بتونه اون چه که نمیپذیره رو بیان کنه. حالا اثرش احتمالاً اینجوری بیشتر بوده دیگه، یه زمانی این استعاره تراوتی داشته ولی انقدر دیگه عادی شده به چشم نمیاد. دارید بعضی از زبان زدا، ضرب المثل و اینا رو میگید. اب نداره بگید. بذار من یه چیزی رو من پیدا میکنم. یه مطلب خوبی درباره استعاره مرده سالها پیش نوشته شده بود، منتها فکر میکنم اون وبسایت و اینها دیگه در دسترس نیست و حالا درباره استعاره مرده باید بیشتر صحبت بکنم، ولی به نظرم اون چیزی که فرشته میگه خوبه. مثلا فلانی خیلی پر بود. توجه کنید این پر مال یه حوزه دیگه است دیگه. خیلی پر بود یعنی چی پر بود؟ ولی خب اصلا به نظرم اون غریب نمیاد. به نظرم یکی از بهتریناش این چیزی بود که فرشته نوشت.
ببین خیلی ظریفه. الان شما رفتی سراغ چیزایی که خیلی روه، خب تشبیه یه ضرب المثلیه که کاملا استعاره توش آشکاره. خب این فلانی خیلی پر بود، خیلی ظریفه، اصلا به چش نمیاد. ببینید شیرین جان، اون شعره ها، به مسئله که ما داریم اینه، فکر میکنیم استعاره یک آرایه ادبیه که در شعر به کار میره. نگین بسامد استفاده از استعاره مرده زیاد نیست، اصلا یه اعتقاد اینه که کلش زبان استعاریه در این حد، یعنی اصلا همش استعاره است. توی کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی میکنیم یا توی نظریه استعاره که نظریه معاصر استعاره حرف همینه دیگه. داره بهتر میشه، فلانی رفتار پخته‌ای داره، پختن. خب همین، آفرین لیا. ها فلانی دیگه دلمو زده. دلزدگیه یه وقتی میره مثلا از حوزه خوراکی شاید میاد. نه لیلا این خیلی روه. بعدم استعاره مرده است، مثل گل شکفتم. کی آخه اینو میگه فدات شم؟ از تو بعیده. مثل گل شکفتم یه تشبیه خیلی آشکاره، مثل گل شکفتم. من نمیگم یه تشبیه کلیشه، نه. از چشم افتاده، داره بهتر میشه. از چشم افتادن یعنی تو یه چیزی که مال یه حوزه دیگه است و میگیری، خب میاری توی یه حوزه دیگه. اینا دیگه انقدر از یه جایی به بعد توی زبان عادی میشن که اصطلاح استعاره مرده به کار میره. همینم جستجو کنید کلی راجبش میتونید بخونید، در همین اینترنت هم یه چیزایی پیدا میشه، چیز غریبی نیست. استعاره مرده. اصلا یه کاری بکنیم به نظرم خیلی خوبه، این خیلی میتونه برای خودشناسی هم سودمند باشه. یه بهانه میده برای اینکه شنونده خوبی بشیم، رو استعاره مرده کار کنیم. موافقید؟ بریم یه جستجویی بکنیم استعاره مرده چیه؟ سوژه است دیگه. تو همین اینترنت چرخی بزنید خیلی چیزا دستتون میاد. استعاره مرده چیه؟ باز میگم بعضیاتون تصورتون از استعاره های مرده اشتباهه، دارید از شعر مثال میارید. خب شعر رو بذارید کنار، حرف درباره اندیشیدنمونه، همین گفتار درونی که داریم، حرف زدنهای عادی روزمره‌مون. خب وضو با تپش پنجره ها فرق میکنه با اینکه تو میگی حرفتو نمیتونم هضم بکنم، اون یه چیز دیگه است. استعاره شعری بحثش جداست. منتها بدبختانه تو مدرسه استعاره رو در حد یه آرایه ادبی تقلیل دادن. میبینید چقدر گرفتاریمون زیاده؟ حتی شما الان نگاه کنید تو دنیا راجع به چه چیزایی حرف میزنن. مثلا یه نمونهش استعاره های سیاستمدارانه، چقدر توی تحلیلا میشه راجبش حرف زد و چیزای قشنگی هم میشه باش به دست آورد. شما میبینید مثلا دولت مردان یک کشور هر چی میخوان بگن استعاره جنگی به کار میبرن، قیمت تخم مرغ هم که میخوان کنترل کنن میان قرارگاه مثلا تنظیم قیمت تخم مرغ را میندازن. این قرارگاه مال جنگ دیگه. یا مثلا از وقتی از تغییر ریل صحبت میشه، این استعاره از کجاها میاد؟ بنابراین میبینید کشف استعاره ها، پیدا کردن استعاره ها چقدر چیز میتونه به ما بگه. آفرین، حالا داره خوب میشه، نگاهش رو دزدید. کارش میلنگه، خوبه، داره به جای حالا داره خوب میشه.
آفرین. به به سعید جان، چه خوب که شما هم اینجایین. خب اما ببینیم هدفمون چیه برای پی بردن به این استعاره. گفتیم خب خیلی نکته ها رو میشه از دل همین استعاره ها بیرون کشید. خب اونم یه چیزی بگم نه مثلا این ماجرای زبان بدن و اینا هست که راه میندازن، میگم مثلا طرف اگه اینجوری نگاه کرد یعنی مثلا هدفش اینه اگه دستشو اینجوری کرد و فلان و اینا، چون اینجوری نمیشه تقلیل داد رفتار آدمیزاد و به این حرکات. نه، استعاره مرده که میگیم اصلا در زبان جاریه، طرف همینجوری به کار میبره دیگه. خب حواسمون به این هست. من اگر مثلا از زبان سیاست براتون گفتم لزوما به این معنی نیست که اون استعاره همه استعاره مردن و نه، اصلا عامدانه خیلی وقتا استعاره هایی در سخن یک سیاستمدار جاری میشه برای اون هدفی که داره. اما نگاه به استعاره فوق‌العاده در کل جالبه و بعد ببینید فکر میکنم بهانه قشنگی میده برای شنیدن. مثل وقتی که تو میخوای یه ماشین بخری، خب از همون روز کل خیابون پر میشه از اون ماشین. تا قبل از اینکه تو بخوای اون ماشین رو بخری اصلا ماشینا به چشم نمی اومدن، ولی از همون روز که این هدف رو تعیین کردی دیگه خیابون پر میشه از اون ماشین. حالا وقتی حواسو میدی به استعاره، اتفاق مبارکی که میفته اینه دیگه، این ذهنت متمرکز میشه. این تمرکز فوق‌العاده سودمنده. پس آدم میتونه به یادداشت‌های روزانه‌اش نگاه کنه ببینه استعاره ها چی میگن. دوست دارید من یه نگاه به یادداشت‌های امروزم بندازم و استعاره کاوی کنیم؟ یادداشت شخصی که برای خودم نوشتم توی نوت گوشی. من رو لپتاپ میبینم چون اینا همزمان هم رو گوشی هم روی سیستم. بسیار عالی. خب از فلج بودن استفاده کردم. خب فلج، من فکر میکنم فلج به کار میره. خب وقتی که ما میخوایم از توقف دردناک در یک کاری بگیم، بنابراین میبینیم استعاره اومده ولی خیلی چیز چشمگیری نیست دیگه، چندان جلب توجه نمیکنه. یه چیزی که در زبان جاریه. جمله هایی که توش از فلج بودن، فلج شدن استفاده میکنیم و به ذهن بیارید. به کار نمیره؟ جمله های خیلی عادی بگید از زبان روزمره. حرفش فلجم کرد. به نظر میرسه خیلی غیر عادی. اینو بشنوید خیلی به نظرتون نامعمول میاد. سوال اینه، به نظرم خوبه اون چیزی که مارال عزیز میگن حرفش فلجم کرد. نظر استراب فلجم کرده. خب حالا نکته، مگه فلج میکنه؟ در واقع این اتفاق نمیفته ها، ولی اینو میگیم دیگه استراب فلجم کرد و اینا. آیا نامعموله؟ استعاره مرده است. ذهنم فلج میشه. خوبه. حالا داره میبینید با هم کار میکنیم و خودتون مشارکت میکنید اتفاقای خوبی میفته. عالی. خب
بریم جلوتر. من نمونه مناسبی نیستم به نظرم. بهتره که رو من زیاد به عنوان آدمیزاد حساب نشه در این زمینه، چون انقدر اطوار در میارم و میخوام آشنایی زدایی کنم و اینا، تو همش یه مرضی ریختم. بنابراین باید به عنوان نمونه استعاره های عجیب و غریب و نامعمول و دور از ذهن یه بحثی رو شروع بکنم. وحشیه، دقیقاً وحشیه، بنابراین ازش میگذریم. ولی بهترین راهنما به نظرم گفتاره، یعنی وقتی که دونتون داریم برای هم حرف میزنیم و همین چیزایی که عادی از زبونمون خارج میشه به اینا توجه بکنیم، این خیلی کمکمون میکنه. خب به نظرم خیلی بحث خوبی شد. با استعاره دریاچه شروع کردیم و بحث اومد رسید به اینجا. امیدوارم این بحث رو ادامه بدید و بیشتر دربارش گپ بزنیم. یادمون نمیره دیگه استعاره‌ای که باهاش شروع کردیم یه جمع‌بندی بکنیم. به نظر من خوبه در پایان بحثی اشاره بهش بکنیم. حرف درباره این بود که ما میتونیم به روزهامون به شکل یک دریاچه کوچولو نگاه بکنیم. خب یا به هر حال مقداری از آب با هر اسمی که توش ماهی وجود داره. هر روز ما یه دریاچه کوچولوه. این تا اینجا گام 1، یه عدد 1. پس قسمت اول استعاره اینه: هر روزمونو یه دریاچه کوچولو تصور میکنیم. هر اسم دیگه ای میتونید بذارید، رودخونه، برکه، هرچی. حالا مثل یه ماهیگیر که قلابشو برمیداره میندازه تو آب و میشینه تا ماهی صید کنه، ما هم به عنوان کسی که دست به قلمه و اهل یادگیری میخوایم از هر روزمون یه ماهی بگیریم. حداقل یه ماهی، میشه بیشترم گرفت، حداقل یه ماهی بگیریم. به هر ماهی خوردی رضایت نمیدیم، اما از اون برم نمیذاریم کمالگرایی ما رو نابود کنه، بگیم من بزرگترین ماهی رو میخوام. پس مثل هر ماهیگیری صبورانه منتظر میمونیم تا ماهی بیاد، از کارمون هم لذت میبریم. ماهی رو که گرفتیم، این ماهی میاد توی آکواریوم. آکواریوم چیه؟ کانال تلگراممون، جایی که توش یادداشتای آزاد روزانه مینویسیم. یعنی من تجربه روزم، ایده روزم، اون چیزی که امروز بهم میده رو یه ماهی تصور میکنم، این ماهی رو میارم میندازم توی آکواریوم خوشگلی که کم کم دارم تلاش میکنم هی گسترشش بدم، خوشگلترش کنم، تنوع ماهی ها رو بیشتر کنم. بعد که نگاه میکنم به این آکواریوم دلم باز میشه، میگم آها، من از تمام روزام یه ماهی با خودم آوردم توی این آکواریوم، نذاشتم این ماهیه بمیره، از دست بره. از هر روزم یه ماهی گرفتم. این ماهی ها شکل‌های مختلف دارن: ریز، درشت، قرمز، بنفش، آبی. ایده یابی، ماهیگیری. تمام اینها گفته شد تا هم یه خورده درباره استعاره صحبت کنیم، همین که نگاهمون به ایده یابی و نوشتن در کانال شخصیمون رو تا حدی تغییر بدیم. حالا خوشبختانه یه بحثی هم در حاشیه شکل گرفت درباره استعاره مرده و قرار شد که با هم چه کنیم؟ یه خورده بیشتر به استعاره مرده توجه بکنیم، در این زمینه جستجو کنیم، بریم بخونیم
کتاب‌هایی هم هست که من قبلا معرفی کردم، بعداً هم معرفی خواهم کرد. خب وقتمون که به پایان رسیده، ولی دوست دارم یه چند دقیقه پرسش و پاسخ هم داشته باشیم. نشد چندان به پرسش ها بپردازیم، بنابراین وارد بخش پرسش و پاسخ میشیم. مشتاقم اگر پرسشی هست بفرمایید. بله، مثلا دستم رو تو حنا گذاشته، استعاریه دیگه، استعاره مرده هم هست، عادی شده، نامعمول نیست، خیلی هم خوبه خانم فرید، عالیه، عالی. دستم رو گذاشته تو حنا. خب این که واقعی نیست، هست دوستان، ولی ما اینو میگیم، خیلی هم عادیه، معنیش هم میفهمیم. خیلی مثال خوبی بود، عالیه. به این میگم پاسخ درست و خوب، عالی. چیزی که میگی نرگس جان موضوعیه که به نظر من نمیشه چیز دقیقی دربارش گفت. کاش این حرف تو صورت بندی کنی، یعنی بنویسیش، به یه جایی برسونی، چون از جنس چیزایی نیست که من بتونم جواب دقیقی بدم بهش. شهرزاد عزیز، اگه بخواید کتابی به پسر جوان معرفی کنید در زمینه روانشناسی یا رمان دلچسب، چی معرفی میکنید؟ اگه پسر جوان اهل خوندن باشه دیگه، معمولا بچه ها حوصله خوندن و اینا ندارن، ولی خب البته بچه های کتابخونه و اینا هم کم نیستن. نمیدونم، شاید مثلا باشگاه پنج صبحیا براش خوب باشه. نمیگم شاهکاره ها نه، مثلا ممکنه طرفدار کتاب هم نباشم، میدونم توی اون سن و سال و موقعیت میتونه به سوال خوبی ایجاد کنه، جذاب باشه. بله، از کتاب فروشی و پیج و همه چیزش هم به زودی رونمایی میکنیم. بله خانم رسولی، در هر زبان این استعاره ها هست، تو ترکی هم میشه. خانم مددکار ایشالله به زودی. ساحل میگه مامان و بابام گاهی یکی دو تا نوشتم و که براشون میخونم میگن چرا انقدر غمگین مینویسی، مگه افسردگی داری، شاد بنویس. نمیدونم واقعا چی بگم. مم. خب این مامان و بابا یه ذره ببین باید برن رو مخ دیگه اصلا. ها خیلی خوبه که اصلا چرا باید چیزی بگی، خیلی خوبه اصلا. ببین مامان و بابا باید برن رو مخ آدم، یه بخشی از وظایفشونه. تو چرا میخوای اونا رو دور کنی از اون چیزی که بهشون حال میده؟ اصلا طرف اصلا کارش همینه. بنابراین بی خیال، حال کن، اقتضای طبیعت. آره، بعد سعی کن یه جوری نشون بدی که مثلا خیلی متأثر شدی، درست میگن و اینا، مثلا ناراحت شدی، افسرده شدی و اینا. چرا حالا نمیدونم، دارم این توصیه رو میکنم، نمیدونم. کلا به هیچ جا نمیرسه، زیاد چیز نکن. نمیتونی مامان و باباتو تربیت کنی همونطور که اونا نتونستن چندان در رابطه با تو به ایدئالاشون نزدیک شن. حالا ممکنه وانمود کنن شده، این اتفاق افتاده، ولی نه دیگه، شکست کامل. و تو بالاخره داری انتقام بابا مامان اونا رو میگیری دیگه ازشون، درست؟ به قول اون دایی دیوانه من، تو داری این کارما رو مستهلک میکنی. این چیه آخه مرد؟ آره، به واسطه تو ساحل جان داره کارمای اونا مستهلک میشه. کارتو بکن توی مجرای الهی. مجرا هم میگه، من میگه مجرا، من یاد مجرای ادراری و اینجور چیزا. آخه مرد، مجرا آخه، حالا تو یه مجرایی هستی تا، حتی نه اون مجرا، مجرایی هستی تا کارما مستهلک بشه. چقدر خوبه اینجوری زندگی آدم، چقدر معنی پیدا میکنه. بگی ببین من یه مجرایی هم برای استهلاک کارما.
بله احسان، من از بیرون پیام تو میبینم وا نمیکنم. داستانکایی که برام فرستادی خوندم، میدونی دیگه اوضاع چیه. تلگرام انقدر پیاما زیاده و اینا، اوضاعم داغونه دیگه. وگرنه خوندم داستان، خیلی هم دوست داشتم اتفاقا. خیلی هم خوشحال میشم اون سیبیل تو، سیس تو، میس تو اینا رو میبینم. ولی اگه میبینی من جواب نمیدم و اینا، خیلی تو تلگرام و اینا داغونم دیگه. چند هزار تا پیامه. اوه خانم آقا رحیمی در شعر دیگر مهندسی کلمات، منظور تو همون چیزیه که توی اون فرهنگ وزن و قافیه میگه؟ ها، اگه بحث موسیقیه خب و دقت به کلام، که بله دیگه، مثلا یه نمونه بیژن الهی و شعر دیگر، خب بیژن الهی درجه اوله. سلامت باشین خانم یوسف زاده. دوستان میپرسن ماجرای کتاب فروشی چیه؟ ما کتاب فروشی درست کردیم، امروز هم به یه جای خوبتری رسید، ایشالله به زودی شما رو در جریان میذاریم، هم آنلاین هم حضوری و اینا. خلاصه میتونید بیاید و باشید. کتاب فروشی نویسنده ساز. زریخا از بیرون میبینم پیاما رو. آره. بعد گاهی تو ذهنم جواب میدم، یعنی میگم مثلا اینه، بعد به طرف میگم اون جوابم فلان، میگه آقا جواب ندادی دیگه، بسوزید و بسازید با هم دیگه. زنده باشین خانم اسدزاده، شلیر جان. خب بریم. شب همگی بخیر. خیلی خوشحال شدم. مراقب خودتون باشین. زنده باشین. حالی گرامی، خوشحالم اینجا هستین. امیدوارم بیشتر ببینمتون. زنده باد. قربون همگی. شبتون بخیر و شادی. همگی برقرار باشین. فردا ساعت 17، ساعت 5 جلسه بعدی. شب خوش.